I did criticize the president because of our undercutting of what was a stalwart ally, the Shah of Iran. And I am not at all convinced that he was that far out of line with his people, or that they wanted that to happen. The Shah had done our bidding and carried our load in the Middle East for quite some time. And I did think that it was a blot on our record that we let him down. Have things gotten better? The Shah, whatever he might have done, was building low-cost housing, had taken land away from the mullahs and was distributing it to the peasants so they could be landowners, things of that kind. But we turned it over to a maniacal fanatic who has slaughtered thousands and thousands of people, calling it executions. اما آقای بزرگ در تایید این منطقه به درک، یعنی اینکه ما باید در برابر تحریما ایستادگی کنیم و از این تحریما جون سالم به در میبریم، اقدام به نشر یک خاطره خیلی زیبا در وبسایتشون کردن که شنیدنش خالی از لطف نیست. تو این اتاق جنگ ستاد مشترک اونجا همه جمع بودیم، بنده هم بودم. یکی از نظامی ها آمد کنار من گفت این دوستان تو این اتاق دیگه یک کار خصوصی با شما دارن. من پا شدم رفتم پیش اونا. مرحوم فکهوری بود، مرحوم فلاحی بود، اینایی که یادمه. یک کاغذی در آوردن نوشته بودن از این نوع هواپیما مثلا ما 10 تا آماده به کار داریم، این تا فلان روز تمام میشه آمادگیش. چین اینها قطعه های زود تعویض دارن. هواپیماها قطعه هایی هستش که در هر بار پرواز یا 2 بار پرواز باید این قطعه عوض بشه. بودن ما این قطعه ها رو نداریم، بنابراین مثلا تا ظرف 5 روز یا 10 روز این نوع هواپیما به پایان میپذیره. بله، هواپیماهایی که همشون آمریکایی بودن. یعنی ما بعد از 31 روز جمهوری اسلامی مطلقاً وسیله پرنده هوایی نظامی، چه نظامی جنگی چه نظامی پشتیبانی و ترابری دیگه نخواهد داشت. اوه با آمریکام که اساساً دشمن بودیم، یعنی از الان دشمنتر بودیم، گروگانگیری و اینا. خب اگه این قطعه ها هم به دستمون نمیرسید که جنگو اساساً میباختیم. بعدش چی شد؟ گفتن آقا وضع جنگ ما اینه، شما برید به امام بگید. آخ امام هم که ضد آمریکایی؟ حالا گفتین به امام؟ منم حقیقتش از شما چه پنهان تو دلم خالی شد یه قدری. کاغذ رو گرفتم بردم خدمت امام جماران، گفتم به امام، گفتم آقا این آقایون فرماندهانمان دیگه، ما دار و ندار نظامیمون دست ایناست، اینا اینجوری میگن. امام یه نگاهی کردن گفتن این حرفا چیه؟ شما بگید برن بجنگن، خدا میرسونه، درست میکنه، هیچ طور نمیشه. بعدم خدا رسوند. پس خدا یه رابطه‌ای با کارخونه لاکهید مارتین آمریکا داره. گفتم این آمریکایی‌ها یه روابط مشکوکی با خدا دارن ها. اعتقاد داشتم به حقانیت این امام و روشنایی دل او و حمایت خدا از او. میدونستم که خدای متعال این مرد رو برانگیخته برای یک کار بزرگ، وا نخواهد گذاشت او رو. بله، منم گفتم آمریکایی‌ها، یعنی ببخشید خدا وا نخواهد گذاشت او را. یعنی بالاخره خدای متعال هر چند وقت که بار یه سری هواپیما پر از این قطعات آمریکایی رو به چند برابر قیمت از اسرائیل میفرستاد تو همین فرودگاه مهرآباد تا امام وا نمونه. بعدم که یکی از مسئولین نظام مقدس به اسم سید مهدی هاشمی سوتی داد و این داستان که معروف بود به ایران کنترل رو به یه روزنامه لبنانی لو داد و اونجا معلوم شد که پول این سلاح‌ها رو میدادن به شورشیان نیکاراگوئه که به نفع آمریکا با دولت مرکزی نیکاراگوئه میجنگیدن. نظام مقدس سید مهدی هاشمی رو گرفت و اعدامش کرد. همون هواپیماهای F5 و F4 و F14 و اینایی که قرار بود بعد از 5-6 روز
به کلی از کار بیفته هنوز داره تو نیروی هوایی ما کار میکنه. یعنی هنوز ما با خدا، یعنی ببخشید با آمریکا در این زمینه ارتباط داریم. اگر فکر میکنین که این قطعات رو خودمون میسازیم، بعد این سوال رو از خودتون بپرسین که چرا ما قطعات هواپیماهای مسافربریمون رو نمیسازیم که از پیچیدگی بسیار کمتری نسبت به هواپیماهای نظامی برخوردارن و اونها رو از زمینگیری نجات نمیدیم. یه نکته دیگه‌ای که در مورد این کلیپ یا ویدیو وجود داره، استفاده از موسیقی متن یکی از فیلم‌های هالیوودی، اونم یکی از ضد ایرانی ترینشون، زیر سخنان آقا در این کلیپه. آمدم به اینا، حالا همون روز یا فرداش یادم نیست، بودم آقا امام فرمودن که برید اینا رو هرچی میتونید تعمیر کنید، درست کنید و برید اقدام کنید. یعنی استفاده یا تأثیر گرفتن از فرهنگ و هنر غربی که آقای بزرگ خیلی نگرانش هستن، فقط برای ما بده، زشته، ضد اسلامیه. برای خود آقا مشکلی نداره، مثل قطعات آمریکایی هواپیماهای جنگی که خوبن، ولی چیزای دیگه آمریکایی که به درد مردم میخورن و بدن.